سوالتون رو سوالم همین بود نفهمیدیم. که شخصی که به بهانه چیز کار نمازش رو نمیخواند، آیا پولی که اون از این کار در می بیارد حلال است؟ و در عموم شخصانی که مثال نماز نمیخوانند، پولهایی که آنها در همین کارها کار میکنند برای آنها حلال است یا که برای خانواده او حلال است؟ چون که وقت مثال گوش کنید بهانه برادر، میکند که من در کار گوش کنید. سوالتون بسیار آوازتون گوشخراش است، لیکن نبرور. گوش کنید برادر، شما سوال میتید که یک آدم نمازش قضا میکند، نماز نمیخواند، پولی که از حسابی نماز میخواند کار میکند، نمازش نخوانده پول کار میکند، همون حلال است گفته پرسیدید. همین آدمی بینماز اگر پول را حلال کردی زندگی کند، همون حلال کردی زندگی کردگیش فایدهش نمیتید برادر. چی در کنین مسئله پرسیدن؟ یعنی شما به مسئله اهمیتتون، یک آدم نماز نمیخواند لیکن کسبش حلال، فایده ندارد کسب حلال کردی جنت بنمیرد تا نماز نباشد. هم نماز باشد هم کسب حلال باشد. یعنی با مهنت عرق جبین شب و روز مهنت کنید و نماز نخوانید و چی فایده آوای؟ چی فایده؟ به اینم آدم دوزخی میشد. مثلا که کن فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. چی شما رو به دوزخ آورد؟ گفتن که ما بینماز بودیم در دنیا. بنابراین رزق حلال و مهنت حلال فایده نمیکند برادرها. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که به باغ ام معبد در آمدن گفتن که یا ام معبد من غرس هذا الشجر، ای ام معبد این درختها رو کی شناند؟ ام مسلمون ام کافرون، مسلمان شناند یا کافر؟ باغ بود، باغ خرمزار. بعد ام معبد گفت که بل مسلمون یا رسول الله، بلکه این باغ ها رو مسلمان شناند از این درختها رو. بعد گفتن که ما من مسلمین یغرس غرسا او یزرع زرعا فیاکل منه انسان او طیر او دابه الا کان له صدقه. کدام مسلمانی که درخت شناند است یا زراعت کرده است، خواه از همون حاصل درخت و زراعتش حیوان یا پرنده یا آدم استفاده برد، مگر هم روز قیامت در ترازوی حسناتش صدقه نوشته میشد. اگر همین کار کافر کند هیچ فایده نیست برای او. بنابراین برادرای عزیز، یعنی که اگر دیندار و ایمان نداشته باشید، یگان کاری خیرتون فایده نمیدهد. الله تعالی میگه و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما عمل کافران را مانند خاک میده شده که در روز شمال پف کرده شده است همین خیل کردیم. یعنی و یک گریته گشته واسه نمیت کرد نمیشه. ماشین زدید پچخ شد، خیر اسکر میشد. لیکن ماشین اگر آرد شده باشد با در روز شمال پف کرده شده و دیگه گشته جمع کرده نمیشد. عملهای کافرها رو ما همین خیل میکنیم. میگه بنابراین برادرها یک اهمیت دهیتون به چیزی که میگوید. یعنی یا آدم نماز نمیخواند کسب حلال دارد، آیا همون پولش حلال؟ چی در کار برای تو پولش حلال است یا حرام است؟ بیفایده است وای. یا مثلا یک برادر میگه که تاکسی شدم، میگه تاکسی سیگارت کش برست، میگه تا فلان جای رفته دعوت کرد رفتم سیگارت پرتاف. میگه خب نماز میخونده است؟ گفتم نه. و نماز دعوت کردی؟ میگه نه. خب چی فایده؟ و سیگارت پرتادم دای دوزخی است. مثلا یک کافر که شناس شدید و فقط سیگارت ضررش نمیفهمونید، به ایمان اول میفهمونید. ادعوهم الى ان یوحدوا الله عز وجل. یکم کاری که میکنی اونها دعوت کن که به الله تعالی باور کنن، چون که سیگارت پرتافتنش کردی و جنت نمیرد. تو اگر دلسوز باشی برای به ایمان تعلیم ده، بعد ایمان اگر ایمان قبول کند بعد نماز تعلیم ده. او یه سیگارت پرتافتن کردی و جنتی نمیشد. درست است که مثلا شریعت اسلامی هر چیزی که به آدم ضرر میکند و یا حرام کرده است، از جمله سیگارت. لیکن تو باید ایمان به الله تعالی که تو را آفرید است، بازگشتت به نزد الله هست، این دنیا گذرا هست،
و رزقت تو رو الله تعالی داده است، برای تو اکسیژن داده است، سلامتی داده است. این نعمت های الله تعالی رو اگر شماریده نمیتونی، عمرت نمیرسد. گفته شروع میکنید، بله دیگر احکام شریعت هم بیان میکنید، لیکن اینه که آدمی که به الله تعالی ایمان ندارد فقط باید ترک سیگارت به دعوت کنید. چه فایده؟ یک آدمی که به الله تعالی کافر است، اگر عرق هم ننوشد، سیگارت هم نکشد، نارکوتیک هم نخورد، زنا هم نکنه، وای دوزخی است. با اهمیتی تان برادرها. بله این برادر بابای درار سوالش پورا کند.